با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز 8 فوریه 2025 و 20 بهمن ماه 1403. امروز ابتدای گزارش از کمک‌های دریافتی و بعد اخبار که واقعاً هفته بسیار پرماجرا و میشه گفت به نوعی دورانساز حالا راجبش صحبت میکنم. یعنی البته فرصت نیست برای همه مطالب راجب همه مطالب صحبت بشه، ولی حداقل یکی عبارت از اینه که دولتی که ترامپ در امریکا درست کرده امریکا و جهان رو به چه سویی میبره. فوق العاده مهمه. با اینکه کمتر از 3 هفته از روی کار اومدنش و ورودش به کاخ سفید میگذره، دست به عملیاتی زده که حالا صحبت خواهم کرد. چهره واقعی سیستم سرمایه‌داری به ویژه امریکا رو عریان نشون میده. به نظر من یکی از خوبیای ترامپ اینه که چون خودش یه آدم فاشیست شناخته شده است، همه به عنوان یه آدم نژاد پرست که خصلت اصلی فاشیسمه از سالهای سال شناخته شده بوده و من قبلا راجبش صحبت کردم که برخوردش با اقلیت‌ها به طور کلی، نه تنها افریقایی تبارها بلکه رنگین پوست‌ها به طور کلی، زنان به طور کلی، راجب مسائل اجتماعی به طور کلی، یعنی شناخته. و الان دور اول ریاست جمهوریش طوری بود که هنوز تجربه نداشت و در نتیجه کسایی رو آورد باش همکاری بکنن که یه مقدار باش مخالفت میکردن و در نتیجه یه تعدادیشون رو بیرون کرد. از اون تجربه به دست آورده و الان کسایی رو آورده که مطیع و منقادش به قول معروف هستن، یعنی کاملا همفکرشن و در نتیجه نوعی سلطنت به وجود آورده. اصلا دقت بکنن که در عرض همین 20 روزی که گذشته، کمتر از 20 روز حتی، چه بیانیه‌هایی، چه دستوراتی، چه مقرراتی، چه چیزهایی همینجوری از کاخ سفید نشسته پشت میز و همینجوری امضا میکنه. یعنی تمام اوضاع رو طوری به هم زده که دولت پنهان، نه تنها حزب دموکرات، به طور کلی دولت پنهان رو تا حد زیادی به نظر من وحشت زده کرده. بنابراین باید ببینیم داستان چیه و خصوصیات واقعی این سیستم رو. یکی از خوبیای ترامپ اینه که چهره واقعی سیستم سرمایه‌داری، به ویژه سیستم سرمایه‌داری حاکم بر امریکا رو لخت و عریان نشون میده. بنابراین یکی راجع به این یه مقدار میخوام صحبت بکنم که درس‌های آموزنده‌ای، واقعا درس‌های آموزنده‌ای توشه. برای اینکه فرضاً من در سالهای گذشته در این برنامه یه مقدار تئوری صحبت کردم، ولی تئوری کافی نیست. در عمل مسائل رو باید در عمل دید و الان با چشم غیر مسلح به قول معروف واقعا چهره آنچه که در امریکا حکومت میکنه
آدم میتونه ببینه. بنابراین این یکی دیگه عبارت از مسئله غزه است که ما میدونیم همین امروز دور 5 آزادی گروگانها که 3 نفر از اسرائیلیا آزاد شدن و در حدود 80 یا 90 نفر هم از فلسطینیا که عزیزان باید ببینن. و من راجع به غزه و صحبت‌هایی که در واقع ترامپ راجع به غزه و پاکسازی قومی غزه کرده میخوام یه مقدار از وقت برنامه راجع به این که ببینیم اینا چه برنامه‌های جنایتکارانه و ضد بشری در قرن 21 دارند و چشم بشریت باید باز بشه که این سیستم چیه و ماهیتش چیه. بنابراین ابتدای گزارش مختصر در واقع از کمک‌های دریافتی از شهر شوناو در آلمان $30، از شهر برلین در آلمان $50، از سنت رامون در کالیفرنیا $22، از سانتا آنا در کالیفرنیا $1150 و از فرزنو $140. بنابراین میرم و راجع به دولت ترامپ من 8 سال پیش یعنی 2017 صحبت کردم مفصل، ولی حالا میایم در دور دومش باید ببینیم در واقع چهره خودش رو آشکارتر همینطور که عرض کردم نشون داده. منتها 8 سال پیش من از زبان هنری ژیرو استاد برجسته دانشگاه مکمستر در کاناداست، اون موقع از زبان پروفسور هنری ژیرو خصوصیات سیستمی که در واقع ترامپ نمایندگیش میکنه اون موقع من برای عزیزان توی این برنامه خوندم، ولی ممکنه هم خود من یادم رفته بود و هم ممکنه بینندگان، و تو یاد داشتم خوشبختانه پیدا کردم. و این یکی از محسنات اینه که آدم یادداشت بکنه، بنویسه که تلفن‌های دستی و هوش مصنوعی نوشتن رو میخوان از بین ببرن، کتاب رو میخوان از بین ببرن، روزنامه رو میخوان از بین ببرن و در نسل‌های آینده شاهد کوچک شدن مغز انسان‌ها خواهیم بود. حالا نمیخوام واردش بشم، اگر شد راجع به هوش مصنوعی هم صحبت میکنیم و دیپ سیک که چی کار کرده و حالا راجع به اونم صحبت میکنیم. خصوصیات آقای ترامپ و دولتش و سیستم حاکم که به نظر من دقیقاً نمایندگی میکنه سیستم سرمایه‌داری حاکم بر امریکا رو، بی‌عاطفگی جامعه و ظهور فرهنگ بیرحمی در امریکای نئوفاشیست. اینا رو استاد دانشگاه مکمستر از زبان اون من دارم میخونم. فرهنگ بیرحمی در رژیم نئوفاشیستی چه شکلی دارد؟ 1. زبان از هر گونه محتوای اخلاقی و شفقت تهی می شود. زبان از هر گونه محتوای اخلاقی و شفقت تهی می شود. روز سه‌شنبه در حضور نتانیاهو
به مصاحبه مطبوعاتی و سخنرانی این آدم فاشیست عزیزان نگاه بکنن. متن کاملش توی سایت کانتر پنچ 3 روز پیش چهارشنبه اومده، اونو مطالعه بکنن تا ببینن که چطور این زبان از هر گونه محتوای اخلاقی و شفقت تهیه. شما اثری از انسانیت و شرف انسانی در این صحبت ها نمیتونید ببینید. 2، شیوع فرهنگ تنازع بقا. عزیزان باید به صحبت ایلون ماسک، صحبت‌های خصوصیش و یا از اون مهمتر پیتر thiel که اینا نزدیکترین میلیاردرهای نزدیک به خود عرض شود که ترامپ هستن، به صحبت‌های خصوصیشون که گاهی اوقات درز میکنه. فرهنگ تنازع بقاست، یعنی در واقع اون چیزی که ما میگیم بنی آدم اعضای یک پیکرند، برای اینا چنان حرف بی ربط، بی محتوا، یعنی انسانیت براشون اصلا مفهومی نه. تنازع بقا زمینه را برای دستبندی نژادی و اجتماعی آماده می کند. حالا صحبت خواهم کرد که اینا را در عمل چجوری دارن پیاده میکنن. اینا ممکنه اینا تئوری باشه، در عمل به ویژه در دور دوم ریاست جمهوریش که داره پیاده میکنه. 3، اشاره به اصل عدالت. اشاره به اصل عدالت و برابری خیانت شمرده می شود. همینطور که اگر شما جلوی موسی قنی نژاد یا برادران نیلی صحبت از عدالت بکنید، میگن این فلان فلان شده های کمونیست از این حرفا میزنن، این یعنی دیکتاتوری استالینی. عدالت یعنی دیکتاتوری استالینی. اشاره به اصل عدالت خیانت شمرده می شود در این سیستم که الان در ایران پیادهش کردم. همه اینا برای ایران درس داره. حالا راجع به نطق آقای خامنه‌ای صحبت خواهم کرد. و یا در حال حاضر دروغین، خبر دروغین خوانده می شود. 4، بحث دور ریختن دیگران. حالا صحبت خواهم کرد که مهاجرین هندی رو به چه شکلی سوار هواپیمای نظامی ترامپ کرده و فرستاده به هند. 40 ساعت سر راه بودن. در این 40 ساعت نه تنها مردها، زنها و بچه ها رو نه تنها دستبند زدن، در غل و زنجیر، یعنی به پاشون زنجیر بستن و نمیتونستن برن توالت. 100 نفر رو این اولین گروه از هندیا، آقای نرندرا مودی تا چند روز دیگه میگه میخوان بیان تشریف بیارن به کاخ سفید. اون وقت وزیر خارجهشون آقای شانکر داره توجیه میکنه این کار جنایتکارانه که چنین توهینی به ملت هند، ملت بزرگ هند، که مردم چه تظاهراتی کردن. بوی از انسانیت در این آدما وجود نداره. بحث دور ریختن دیگران به گروه هرچه بیشتری گسترش می‌یابد. یعنی فقط مسلمانان نیستن، هندیا هستن، لاتینوها هستن، هر شود که ممکنه به دیگران، به گروه های دیگه. فقط و فقط
به قول کریس هجز، اینایی که به قدرت رسیدن مقاله مفصل و کتابی نوشته، امریکن فاشیسم، که در واقع اوانجلیست های دست راستی رو، خودشون ما میدونیم پروتستانه و از دانشکده در واقع الهیات دانشگاه هاروارد فارغ التحصیل شد، کتابی نوشته راجع به این به اصطلاح اوانجلیست های دست راستی صهیونیست که اینا کیان و چیان. 5 جهل میلیتاریزه می شود. شما همین صحبتش رو راجع به غزه که نگاه بکنید، سر تا پا جهله، برای اینکه نمیدونه فلسطین از کجاست. یعنی شما اگه فرضاً به همین دونالد ترامپ بگید روی نقشه فرضاً کشور سوریه رو به من نشون بده، واقعا میتونه نشون بده؟ بنابراین جهل میلیتاریزه میشه که میخواد نه سربازای امریکایی، سربازای اسرائیلی اول بیان و مردم رو نه تنها قتل عام بکنن، به زور از غزه خارج بکنن و بعد بیاد خودش به اصطلاح میگه که غزه رو به من، اسرائیل به من تحویل میده که اونجا من ساختمون سازی بکنم به اتفاق آقای جرد کوشنر و شرکای دیگرش. یعنی جهل، اینا به راستی جاهلن، یعنی سوادشون فقط در حد دزدی و تجاوز و استثمار میلیاردها انسانه تا خونشون رو بمکن. در این زمینه کاملا واردن و میلیتاریزه میشه جهل و تحمیل آن نه از راه توسل به استدلال. شما استدلال در صحبت‌های ترامپ میبینید، بلکه از طریق کاربرد زبان تحقیر و در نهایت اعمال زور عریان. 6 هر گونه همبستگی و دوستی نشانه ضعف تلقی می شود. شما اگه در برابر اینا صحبت از همبستگی، دوستی، چه آدم خیلی عذر میخوام الاغیه، چه آدم ضعیف و نادانیه. همبستگی و وسیله‌ای برای پاکسازی اجتماعی بدین معنا که هر نوع همبستگی که بر پایه ارزش فقط قوانین بازار نباشد در معرض استهزاست. درست منو به یاد گفتم موسی غنی نژاد و اینا میندازه، یعنی فاشیست های ایرانی میندازه که فقط و فقط قوانین بازارن که براشون عمل میکنه. دوستی، انسانیت، رفاقت، همبستگی، اینا نشانه ضعفه. 7 زبانشون زبان ساختن دیواره و جدا کردنه، نه اینکه ما برای وصل کردن آمدیم، اینا برای فصل کردن اومدن. بنابراین زبانشون ساختن دیوار. ما در مرز مکزیک ببینید میلیاردها دلار برای ساختن یه دیوار و جدا کردن مرزها، جای ساختن پلها، ایجاد عطوفت. 8 خشونت مهمترین وسیله برای رسیدگی به مسائل اجتماعی. شما ببینید در دور اولش موقعی که عرض شود که این انسان زیر زانوی پلیس فاشیست کشته شد و بعدش جنبش سیاهان آغاز شد، شما ببینید چطور پلیس فقط با باتوم یا با هفتیر وارد میدان نشد، با مسلسل، با تانک، با نفربر وارد میدان شد. لباس پلیس لباس جنگی شد، یعنی پلیس رو میلیتاریزه میکنن.
خشونت مهمترین وسیله برای رسیدگی به مسائل اجتماعی و میانجیگری روابط می شود و از این رو شمار هرچه زیادتری از رفتارهای اجتماعی جنایت به شمار میرن. اعتراض، تظاهرات، سخنی علیه اینا گفتن، اینا یا فرضاً چند نفر برن جلو کاخ سفید تظاهرات بکنن، به عنوان جنایت به حساب میاد. 9. لغت دموکراسی از فرهنگ لغت رسمی دولت حذف می شود. عزیزان نگاه بکنن، حتی نیویورک تایمز همین امروز رو، نیویورک تایمز خوشبختانه الان قابل خوندن شده برای اینکه در برابر ترامپ به طور عجیب قد علم کرده نیویورک تایمز و دوباره واقعا روزنامه خوندنی شده. عزیزان نگاه بکنن و ببینن که چطور از لغت دموکراسی برای یه آدمی مثل ایلون ماسک الان تخت خواب و رخت خوابش رو آورده تو ساختمان‌های دولتی که همینطور داره جارو میکنه روز و شب. آقای ایلون ماسک و آقای پیتر تیل و بقیهشون. 10. وسایل ارتباط جمعی نقاد به تدریج بدنام و سرانجام حذف می شوند. هیچ گونه به اصطلاح به اونایی که مخالفت بخوان بکنن، انتقاد بخوان بکنن. 11. هر گونه آموزش نقادانه در تئوری، روش، عرض رود که و هر تئوری نهادگرا از میان برداشته می شود. ایسان دقت بکنن که اینا چطور بسیاری از این چیزها رو شما تو روزنامه‌های اصلاح طلب هم میتونید ببینید اگه با دقت این روزنامه ها خونده بشه. تمام اینا برای ایران درس توشه. حالا من راجع به سخنرانی آقای خامنه ای صحبت خواهم کرد، برای اینکه اونم مهمه، برای اینکه کلی تو روزنامه های خارج به ویژه امریکا کلی انعکاس داشت، برای اینکه به اسلام یه مقدار به اسلام موضع گیری کرد در همین 2-3 روز آینده دونالد ترامپ راجع به ایران و در نتیجه پزشکیان عکس العمل نشون داد و پشتر پزشکیان خامنه ای وارد میدان شد. حالا 12. ترس مشترک جای مسئولیت مشترک را میگیرد. شما شیوه صحبت کردن دونالد ترامپ رو ببینید، ایجاد ترس میکنه، مردم رو میترسونه و از جمله راجع به ایران که صحبت کرد میخواست بترسونه، در نتیجه خامنه ای اومد جوابشو داد. فرهنگ ترس، ایجاد ترس و همه افراد به مقام تروریست بالقوه تنزل داده می شوند که دائما باید زیر نظر باشن و باید جستجوی بدنی بشن. 13. تمامی بقایای دولت رفاه، برای که دولت رفاه رو که از زمان ریگان برنامه‌های نیو دیل رو یکی پس از دیگری لگدمال کرد، ولی یه چیزایی مثل مدیکیر، سوشال سکیوریتی اینا هنوز باقی مونده. تمامی بقایای دولت رفاه از میان برده می شوند و میلیون ها انسان به حال خود رها می شوند. 14. شکاف عظیم در قدرت، ثروت و درآمد و برنامه‌های پرزرق و برق برای ستایش از ثروتمندان. زیربنای چنین پروژه‌ای یکی از سرکوبگرترین ایدئولوژی‌های نئولیبرال و نئوفاشیسم. مبنای چنین ایدئولوژی
فرد تنها و منزوی است. جامعه تبدیل به میدان جنگ همه علیه همه و هر کسی برای خودش. جامعه اتمیزه میشه. چنین ایدئولوژی حتی قساوت و بیرحمی این رند، من از این رند، این زن روسی تبار فاشیست بارها اسم بردم که بیرحمی، قساوت تو تک تک سلولای این زن. اتلس شراگد کتاباش من اینجا معرفی کردم که توی وال استریت روی میز هر یک از این سرمایه گذارا یک کتاب این رند دیده میشه. بعد پروفسور هنری ژیرو میگه که اینا حتی فراتر از این رند میرن. این چیزهایی که من میخواستم خصوصیات عمومیه، واقعا این کسایی که الان اومدن وارد کاخ سفید شدن و دولتش به عناصر که من اینجا عناصر اصلی دولتش رو اینجا در چند هفته قبل معرفی کردم. منتها حالا باید ببینیم که واقعا تا الانش میخوام یک سلسله از اون چیزهایی رو که تا الان پیاده کرده برای عزیزان که من صحبت کردم. آیا ترامپ به شعارش موفق میشه شعارش رو پیاده بکنه؟ ماگا Make America Great Again، امریکا رو بزرگتر، قدرتمندتر، ثروتمندتر خواهد کرد؟ فکر نمی کنم. تا الان ببینید چند چیز رو داره پیاده میکنه و تا حدی پیاده کرده. یکی جنگ تعرفه ها علیه همسایگان بلافاستش، مکزیک، که هر کدوم 25% یا 10%، که حالا فعلا 1 ماه عقب انداخته، ولی میخواد فشار بیاره، از طریق فشار، از طریق تهدید، از طریق زور، که اونا کوتاه بیان، آوانس بهش بدن. شما دقت کنید که فرهنگ این آدم چجوریه، میخواد آوانس بگیره ازشون. این یک معامله گره، یه دلاله، یه بساز بفروشه که میدونه چجوری آوانس بگیره. فرزن هم خودش و هم پدرش به همین ترتیب کلاه گذاشتن، نه تنها بر سر کارگرایی که هتل براش ساختن، بلکه کنتراتچیایی که فرزن آجر، شیشه، سیمان، سر همه اونا کلاه گذاشتن. عزیزان اگه برن تو تاریخچه این آدم، خودش و پدرش، و بعد ارثی که از پدرش برد روی اون این ثروت چند میلیارد دلاریش رو درست کرده. اینا بنابراین اول جنگ تعرفه که در درجه اول علیه کانادا، مکزیک و چین، که چین بلافاصله عکس العمل نشون داد. منتها آقای ترودو و خانم شاینباوم به اصطلاح رئیس جمهور جدید مکزیک کوتاه اومدن، فعلا ازش خواستن که 1 ماه فعلا عقب بندازه. جنگ علیه مهاجرین، عزیزان دقت بکنن که این چه نیروی عظیمی به کار برده برای جلوگیری از ورود مهاجرین و مهاجرین رو به عنوان جنایتکار چه رفتاری باشون داره میکنه. حالا بگذاریم که از کلمبیا گرفته تا برزیل گرفته و هند رو که برای عزیزان صحبت کردم که آقای نارندرا مودی داره چند روز دیگه تشریف میاره به واشنگتن. اینا فقط این نیست که این پلیس های نوع فاشیست آیس بهش میگن که به اصطلاح بخشی از به اصطلاح همین هوملند سکیوریتی، فاشیستن واقعا. ساعات اولیه یا نیمه شب یا ساعات اولیه صبح
هجوم میارن به این خونه ها یا جاهایی که اینا فکر میکنن هستن به اصطلاح بدون داکومنت، اونایی که بدون به اصطلاح مهاجرین غیره، که مثلا در ایران ما الان چند میلیون اونجا در ایران داریم، ولی حمله میکنن، نه تنها اینا رو زندانی میکنن، دستبند میزنن، میذارن تو هواپیماهای جنگی، نه هواپیمای مسافری، و بعد نه تنها دستبند میزنن، پاهاشون رو به زنجیر میبندن که حتی توالت نتونن برن. یه همچین رفتار توهین آمیزی به اینا میکنن. بنابراین یکی جنگ تعرف هست که به راه انداخته، یکی پاکسازی قومی در غزه که اینو مفصل من راجع به صحبت میکنم که مسئله فوق العاده پر اهمیتیه، و مقاله از رمزی بارود، فلسطینی انسان، برای عزیزان میخونم. مقاله نسبتا مفصلیه ولی لازمه که خونده باشه. تصرف زمین ها و اموال دیگران که هم میخواد هرچه که کانادا رو عملا تصرف بکنه و هم میخواد گرینلند رو و هم کانال هرچه که پاناما رو، که آقای مارکو روبیو رفت اونجا و فعلا امریکا رو تونسته معاف بکنه از اینکه برای کشتی های امریکایی پولی، دولت کانادا پولی نگیره. فعلا قطع کمک امریکا به دیگر کشورها، USAID، این یکی از اون چیزایی که راجبش الان فرصت نیست من صحبت کنم، که این USAID که در واقع اداره کمک به توسعه جهانی از طریق همین USAID فقط به این وطن فروشایی که در خارج، وطن فروشای ایرانی، در 1-2 سال آینده به اندازه 1 میلیارد دلار خرج اینا کردن. حالا نه تنها تلویزیون ایران اینترنشنال، بلکه 10 سایت، کوچه پوچه، انواع و اقسام، اینا رو پول بهشون میدن از طریق همین USAID، که اینو البته بعضیا به اصطلاح در این حال کمک هایی هم به مردم افریقا، به مردم آسیا. عزیزان دیدن یک کیسه برنج بزرگ روش رو USAID که بگن ببین امریکا چه کمکی داره میکنه. اون وقت در اون پشت نمیدونن که همین پولی که بودجهش 72 میلیارد دلاره، که ایلان مسک که اومده بلافاصله میگه که این یک سازمان جنایتکاره که برای برقراری در واقع آزمایشگاهایی که در واقع این ویروس های وحشتناک توش به اصطلاح به وجود میان. ما میدونیم فرزن و عزیزان، لازمه همینجا من بگم که جفری ساکس که از طرف سازمان ملل مأموریت پیدا کرد که بالاخره این ویروس کرونا از کجا سرچشمه گرفته، 2 سال راجع به این مسئله جفری ساکس، این یهودی انسان، تحقیق کرد و بالاخره در چند روز پیش، قبلا هم گفته بود ولی مشخصا من به صحبتهای چند روز پیشش که به اصطلاح گوش می کردم، گفت که مسلماً از یک آزمایشگاه در کارولینای شمالی سرچشمه گرفته و بعد به خرج دولت امریکا این ویروس که در این آزمایشگاه در خاک امریکا سرچشمه گرفته، بردن به یک آزمایشگاهی در ایالت ووهان در چین که روی خفاش‌هایی که فقط در چین هستن، خفاش‌های مخصوصی در چین، روی اونا آزمایش بکنن که ببینن تا چه اندازه موثره، که مسلماً ما میدونیم بسیاری از این آزمایشگاه‌ها توی اوکراین بودن که میخواستن با پرنده ها بفرستن به روسیه. به همین دلیله که بعداً گفتن این از آزمایشگاهی در چین سرچشمه گرفته، در حالی که منشأش در کارولینای شمالی بوده. بنابراین عرض شود که این یکی از کارهایی که USAID میکرده
و بعدش تمام این کودتاهای و به اصطلاح کودتاها و یا انقلابات رنگی که در سراسر جاها صورت می گرفته، عرض شود که این چیز مال National Endowment for Democracy که در واقع جای CIA از همین USA چیز بودجهش می اومد، اینو برش داشتن که بعضیا محکومش کردن، بعضیا خوشحال شدن از اینکه. و ما میدونیم امریکا هم از سازمان بهداشت جهانی بیرون اومد، هم از کنفرانس محیط زیست بیرون اومد، هم از سازمان حقوق بشر سازمان ملل، قبلش هم از یونیسف و اینا بیرون اومده بود. سازمان ملل، من بارها اینجا گفتم، توسط امریکا در کنفرانس سان فرانسیسکو 1945 یکی پس از دیگری اومد بیرون. یعنی در واقع سازمان ملل براش تبدیل به یه مزاحم شد. تا زمانی که میتونست ازش استفاده بکنه، به ویژه از طریق وتو استفاده کرد. الان که به درد نمیخوره، یکی پس از دیگری از اون رفت، یعنی سازمان کمک رسانی به پناهندگان فلسطینی بیرون اومد. و ما میدونیم قبلا از به اصطلاح ممنوعیت کار کودکان امریکا بیرون اومده بود، از ممنوعیت کار بردگی بیرون اومده بود، ممنوعیت سلاح‌های خوشه‌ای بیرون اومده بود. بنابراین همه اینا در این حد من میخواستم راجع به عرض شود که آقای دولت جدید ترامپ صحبت بکنم و حالا کم کم که تاریخ ورق میخوره راجبش صحبت خواهیم کرد. و نظرم اینه که مجموعه این حرکاتی که این بابا کرده به نفع قدرتمندتر کردن، بزرگتر کردن یا ماگا نخواهد بود. و به نظر من ضربات سنگینی به اعتبار امریکا و حتی از نظر اقتصادی، عزیزان اگر استاک مارکت نیویورک رو دنبال بکنن، الان مدتیه که به تلاطم افتاده، یعنی بالا پایین داره میره. این نشانه عدم اطمینان سرمایه داراست. حالا این که این استاک مارکت به کجا خواهد کشید کارش دنبال خواهیم کرد. ولی بارها من اینجا عرض کردم به عزیزان که اقتصاد امریکا یعنی استاک مارکت، یعنی ثروت هایی که از بیرون میاد به جای اینکه صرف ساختن پلها، تعمیر پلها، کشیدن راه آهنها، مدرنیزی کردن زیرساختها بشه، میره تو استاک مارکت. 1 2 کورپوریشن ها هم سود عظیمی سالهای اخیر داشتن. به جای اینکه صرف گسترش صنایع، سرمایه گذاری در R&D یعنی Research and Development بکنن، میرن و سهام خودشون رو بازخرید میکنن، buy back. اینه که میبینیم استاک مارکت امریکا در نیویورک سر به آسمان کشیده. 1987 بورس داو جونز 2500 بوده، الان 44,000. چند برابر شده؟ این باعث میشه که مردم امریکا قدرت خرید پیدا بکنن، وگرنه اقتصاد امریکا صنعت زدایی شده. اقتصادی که بر پایه استاک مارکت باشه این یه حبابه، کی خواهد ترکید ما نمیدونیم، چاره ای نداره جز این که بترکه.
الان به تلاطم افتاده. به تلاطم که بیفته فرمولی هم براش هست. نشانه این که سرمایه‌دارا اطمینان ندارن، نمیدونن این به کجا خواهد رفت. حالا ببینیم به کجا خواهد رفت. میرسم به مسئله غزه. من در واقع با مقاله‌ای که رمزی بارود نوشته این بحث رو شروع می کنم. این رو در پالستاین کرونیکل من از اونجا گرفتم. به نظر من یکی برای اینکه تحلیل های متعددی راجبه مصاحبه مطبوعاتی و صحبت هایی که به همراه نتانیاهو روز سه‌شنبه داشت. همینطور که عرض کردم متن کامل هم صحبت نتانیاهو و ترامپ و هم مصاحبه مطبوعاتی خود ترامپ در کانتر پنچ روز چهارشنبه اومده. اگه عزیزان میخوان میتونن بهش مراجعه بکنن. عنوان مقاله رمزی بارود هست سیاست بازی یا گفته های توخالی، بررسی گفته های ترامپ برای پاکسازی قومی مردم غزه. ترامپ و دولت جدید افراطی و طرفدار اسرائیل او که ما میدونیم بعضیا صهیونیست های یهودی هستن، بعضیا هم اوانجلیست های فاشیست صهیونیست هستن، مجموعه از اینا. عرض شود که او باید درک کنن که خاورمیانه امروز با خاورمیانه دور اول ریاست جمهوریش که با عجله میخواست آنها را به اسرائیل آشتی دهد فرق داره. این زیر عنوان مقاله است. درست هنگامی که نزدیک به 1 میلیون نفر از مردم غزه در 27 دسامبر 2024، در واقع 27 دسامبر یک شنبه بود که من به عزیزان گفتم در واقع نتانیاهو به دلایلی نذاشت مردم غزه به شمال برن و تو اون سرمای وحشتناک همونجا نشستن یا خوابیدن تا روز دوشنبه صبح راه افتادن به طرف شمال. درست هنگامی که نزدیک به 1 میلیون نفر از مردم غزه در 27 دسامبر 2024 داشتن به خانه‌های ویران شدهشون در شمال غزه برمیگشتن، دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا صحبت دیگری را مطرح می‌کرد. صحبت از پاکسازی قومی مردم فلسطین و فرستادن آنها به جای دیگر که از مدت پیش این صحبت را آغاز کرده بود. گفته های او که آنها را چند بار تکرار کرد، ما میدونیم شیوه معمول یعنی تیپیکال صحبت کردن ترامپ بود، شیوهی که ممنوع از ادعاهای نادرست یعنی دروغین، مغشوش و کاملا جدا از واقعیت. رمزی بارود نمیخواد بگه که دروغ میگه جدا از واقعیتن، نادرستن. او ادعا میکرد، دقت کنن عزیزان، که با پادشاه اردن و رئیس جمهور مصر عبدالفتاح سیسی صحبت کرده و آنها موافقت کردن مردم غزه را به کشورشون منتقل کنن. بارها و بارها گفت که با این 2 نفر صحبت کرده و قبول کردن. خواستی که اکیداً از سوی آنها هم در سراسر دوره نسل کشی رد شده است و بعدش هم رد شده است.
میگه من باشون صحبت کردم، قبول کردم. ترامپ میگوید، نقل قول، من به ملک عبدالله گفتم دوست دارم شما فلسطینی های بیشتری را بپذیرید، چرا که من وقتی به غزه نگاه میکنم کاملا ویران شده، واقعا ویران شده است. طبق اسناد خبرگزاری اردن چنین صحبتی با ملک عبدالله صورت گرفته. بعد خود رمزی بارود داره صحبت میکنه، میگه چنین صحبت تلفنی با ملک عبدالله صورت گرفته، ولی ضمن آن صحبتی از پاکسازی قومی مردم فلسطین به هیچ رو صورت نگرفته. اردن مانند لبنان و دیگر کشورهای عربی از جابجایی مردم در هراسند. حالا من اینو باز میکنم که دونالد ترامپ چه ضربه ای داره میزنه به امریکا. همینجا به عزیزان عرض کنم، بعد اینو ادامه میدم، ممکنه یادم بره. من بارها اینجا صحبت کردم که بحثی بین نوم چامسکی از یک طرف و جان مرشایمر و استیفن والد در گرفته از 2006-2007، موقعی که مقاله و بعد در 2007 کتاب جان مرشایمر و استیفن والد راجع به لابی اسرائیل بیرون اومد. نظر جان مرشایمر و استیفن والد اینه تو این کتابشون که در واقع اسرائیل یک لایبیلیتی، یعنی چه؟ یعنی یه دردسره، یه ضرره برای امریکا، در حالی که نوم چامسکی نظرش از مدتها پیش این بوده که اسرائیل یک asset، یعنی یک ثروت، یه چیز خوب برای پیشرفت اهداف امریکا بوده و هست. تا مدتها من طرفدار نظر نوم چامسکی بودم، تا اینکه همین به اصطلاح این جنگ در غزه یا نسل کشی در غزه صورت گرفت. شروع کردم به فکر کردن و بعدش به صحبت‌های جان مرشایمر و بخش‌هایی از کتاب و مقاله‌شون. نظرم اینه که بحث نوم چامسکی تا قبل از این جریانات حرفش درست بوده، به ویژه یعنی میخوام بگم تا فروپاشی شوروی، به این معنا که هم اسرائیل و هم عربستان برای مبارزه با شوروی، برای مبارزه با نیروهای چپ و ملی کمک عظیمی به امریکا کردن. یعنی هم در واقع صهیونیستایی که هم در شوروی بودن چطور دست به خرابکاری زدن، هم خود اسرائیل به تمام اونهایی که میخواستن از شوروی دفاع بکنن، کمک بکنن و یا رابطه دوستی برقرار بکنن، چطور در سرکوبشون در کودتاها و غیره شرکت کردن. و عربستان هم ما میدونیم گروه های تروریستی رو با خرج دولت عربستان و با تربیت از طرف موساد و CIA علیه شوروی و علیه کشورهایی که و دو نیرو، یکی نیروهای چپ و یکی ملی، اینا عمل کردن. بنابراین به نظر من تا قبل از فروپاشی شوروی حرف نوم چامسکی کاملا مصداق داره، یعنی اسرائیل و عربستان البته که اینا دست در دست هم از اول، یعنی از زمانی که در واقع عبدالعزیز در کشتی معروف با روزولت در همین دریای سرخ ملاقات میکنن، در واقع هم سهه میذارن روی صهیونیسم و با صهیونیستا زیرزیرکی و با هم دیگه عمل میکردن، هم عربستان و هم اسرائیل. ولی
بعد از فروپاشی شوروی به نظر من اتفاقاتی که میفته عبارت از اینه که یک، فروپاشی شوروی چهره واقعی امریکا را ظاهر میکنه. برای اینکه قبل از فروپاشی شوروی امریکا همیشه یه بهانه‌ای داشت، میگفت به کارگرای امریکا، میگفت سوسیالیسم میخواید؟ اوکی، سوسیالیسم، برید شوروی، چرا نمیرید اونجا؟ موقعی که شوروی از هم فرو پاشید امپراتوری کاملا لخت شد، دیگه کسی در برابرش نبود و شروع کرد صحبت کردن از فول سپکتروم دامیننس، تسلط بلا منازع بر جهان، و امپراتوریش کاملا لخت و عریان شد و صهیونیست‌ها وارد میدان شدن و کاملا دولت امریکا رو تسلط برش پیدا کردن که من در زمان کلینتون ضد بشر این که تمام این برنامه ها و تئوری هایی رو که من بارها و بارها Defense Planning Guidance، پال وولفوویتز، کلین بریک، گسست قاطع، راجبش صحبت کردم که هم جان مرشهایمر و هم جفری ساکس راجبش صحبت کردن که زیر نظر نتانیاهو، و بعد Project for New American Century، همه اینها در واقع برای در جهت تسلط بلا منازع امریکا بر جهانه. از این موقع است که به نظر من و زیر نظر اسرائیل و صهیونیست‌ها تمام این تئوری ها نوشته میشه. باعث این میشه که به بهانه 11 سپتامبر جنگ علیه تروریسم آغاز. یعنی چه جنگ علیه تروریسم؟ یعنی از پا در آوردن 7 کشور که من فکر میکردم اونایی که با شوروی رابطه داشتن سرکشن، ولی جفری ساکس درسی که به من داد عبارت از اینه که این کشورها کسایی هستند که به نوعی طرفدار ملت و فلسطینن و میخوان یه دولت فلسطینی تشکیل بشه و از این جهت در برابر اسرائیل، یعنی مخالف اسرائیلن، مخالف اشغال، سرکوب و فاشیسم صهیونیستی هستند این 7 کشور و اینا باید از پا در بیان. جنگ علیه تروریسم یعنی این. از اون موقع به نظر من اسرائیل و صهیونیست‌ها به جای اینکه یک asset، یعنی یه ثروت باشن که در فروپاشی شوروی و اعتلاع امریکا یک که بزنه شدن امریکا نقش داشتن، از حالا به بعد به نظر من در راه افول امریکا که به طور خیلی ساده در عرض 20 سال از 2001 تا بگیم 2000 الان، حالا 24-5 سال، امریکا 8 تریلیون دلار خرج این جنگ ها کرده، در حالی که زیر ساختاش در حال فروپاشی هست. چین همین 8 تریلیون دلار رو صرف مدرنیزه کردن یک کشور کرده، صدها هزار کیلومتر راه آهن مدرن و سریع السیر کشیده، هزاران پل، تونل، ساختمون، کارخونه و دیپ سیک و هواوی، یعنی از نظر تکنولوژی از امریکا زده جلو. نتیجه این سیاست ها اینه و این دلیلش صهیونیست‌ها و شخص نتانیاهو و اسرائیل بوده که به نظر من الان جان مرشهایمر که صحبت میکنه با تمام قوا صحبت میکنه
و دیگه نوم چامسکی سکوت اختیار کرده. برای اینکه الان بر همگان روشنه که اسرائیل بالاخره این امپراتوری رو پایین خواهد کشید. سامسونز آپشن این ساختمون رو خراب خواهد کرد. اینایی رو که ما داریم صحبتشو میکنیم در اثر این داستان ها که یه زمانی اسرائیل به عنوان کشتی جنگی درسته به درد امریکا میخورده، درسته که یک asset بوده، بعداً تبدیل به یک liability، تبدیل به یک ضرر، به یک ضربه، به یک دردسر شده که به اینجا رسیدیم که ببینید در غزه میخواد چی کار بکنه. حالا برای عزیزان توضیح میدم. عزیزان این رو باید اضافه بکنم، لازم این چیزا. در حال حاضر همینطور که صحبت کردم اسرائیل یک asset، یعنی به نفع امریکا نیست بلکه به ضررشه. ثروت‌های واقعی امریکا در خاورمیانه چیان؟ عربستان، امارات، بحرین، اردن، مصر، مراکش، عمان، کویت. اینا ثروت‌های امریکان. همدست صهیونیستا، خیانتکار، وطن فروش و حکومت‌های شیخ نشینن. یه ما شیخ نشینن که از 150 سال پیش انگلیس یه خانواده رو سر کار آورده و همینجوری دارن حکومت میکنن، نفت زیر پاشونه و از اون طریق خدمت هم به امپریالیسم هم به صهیونیسم. ثروت‌های واقعی امریکا اینان، در حالی که اسرائیل تبدیل به یه دردسر، تبدیل به یه ضرر شده. حالا ببینید دونالد ترامپ با این کاری که میخواد در غزه بکنه چطور این ثروت‌ها رو میخواد زیر پوتینش بذاره و لگدمال بکنه. موقعی که سه‌شنبه این صحبت رو به همراه نتانیاهو دونالد ترامپ کرد، 4 صبح در عربستان بوده. 4 صبح. همون موقع آقای فرهان نمامچی وزیر خارجه شد یک اعلامیه میده که اگر دونالد ترامپ دست به این کار بزنه، نه تنها ما با اسرائیل قرارداد ابراهیم رو نخواهیم بست، بلکه با تمام قوا در برابر این کار خواهیم ایستاد. بقیه کشورهای عربی اعلامیه دادن که اگر دونالد ترامپ دست به این کار بزنه چه خواهد شد. و ما میدونیم واقعا اگر دونالد ترامپ دست به این کار بزنه، عربستانی خواهد موند، اردنی خواهد موند، یعنی حکومت هاشون از سیسی خواهد موند. بنابراین عزیزان دقت بکنن که جابجایی هایی که در سطح جهانی صورت گرفته، اینا رو من جای دیگه ندیدم و عزیزان باید دقت بکنن به اینا که چه اتفاقاتی افتاده، که چطور اسرائیل و صهیونیست‌ها این امپراتوری رو پایین خواهند کشید با این کارهایی که دارن میکنن، که البته در زمان دموکرات‌های ضد بشر مردم رو فریب میدادن، وگرنه همین سیاست‌ها رو میخواستن پیاده بکنن. حالا دونالد ترامپ که اومده قشنگ همه چی رو ظاهر و عریان داره انجام میده. بنابراین چنین صحبت تلفنی با ملک عبدالله صورت گرفته، ولی ضمناً صحبتی از پاکسازی قومی مردم فلسطین به هیچ رو صورت نگرفته.
ملک عبدالله قرار همین یکی دو روز آینده بیاد به کاخ سفید و به آقای دونالد ترامپ خواهد گفت که اگه شما دست به این کار بزنید یعنی من رفتم. اردن مانند لبنان و دیگر کشورهای عربی از جابجایی مردم در هراسن. چرا؟ به خاطر مردم فلسطین؟ به خاطر مردم خودشون؟ از ترس برافتادنشون. اینا پشیزی برای مردم فلسطین قائل نیستن، پشیزی برای مردم خودشون قائل نیستن. علت این که اینا در تمام این کشورهایی که من اسم بردم امریکا پایگاه داره چیه؟ برای محافظت از مردم عربستان یا امارات یا نمیدونم اردن و امثالها، برای نگهداری از این خانواده های شیوخ عرب. این قراردادیه که با امریکا بستن عربستان در همون 1945 که نفت به امریکا بفرستن با چیز ارزان و امریکا بر نفت عربستان تسلط پیدا بکنه، عوضش از طریق پایگاه نظامی و تربیت یک ارتش سرکوبگر مردم عربستان رو از طغیان به ویژه بخش شیعه نشین رو محافظت بکنه. پایگاه نظامی که در قطر، در کویت، در عربستان، در امارات و بقیه جاها داره برای چیه؟ برای محافظت دولت‌های ارتجاعی و شکم گنده در برابر مردمشون. حالا مسئله غزه که پیش اومده، عربستان تنش به لرزه افتاده، برای اینکه 96% مطابق آخرین آمار مردم عربستان 96%شون مخالف با قرارداد ابراهیمه. عربستان میتونه وارد قرارداد ابراهیم بشه؟ کشورهای عربی دیگه همینطور، مصر همینطور. برای همین آقای السیسی به چه دلیل بارها و بارها، همین انتونی بلینکن فاشیست صهیونیست بارها و بارها در ابتدای این جنگی که علیه غزه آغاز کردن رفت پیش السیسی و فشار آورد روش. ما میدونیم 400-500 میلیارد دلار قرض داره دولت مصر و فقط با کمک های 3-4 میلیارد دلاری در سال که نگه داشتن این حکومت رو. مصر نفر دوم از نظر کمک امریکا بهش، اول اسرائیل، دوم مصره. با همه اینا السیسی قبول نکرد، با وجود آنکه انتونی بلینکن تهدیدش کرد. به همین ترتیب دولت اردن بارها و بارها هم ملک عبدالله هم وزیر خارجهشون رو فشار روش آوردن که مردم غزه رو بپذیره، قبول نکردن. بنابراین اردن مانند لبنان و دیگر کشورهای عربی از جابجایی مردم در هراسند، به ویژه که اردن 2.3 میلیون فلسطینی رسمی داره. حتی بدون در نظر گرفتن دلیل رد چنین پیشنهادی، اردن قویاً حاضر به اجرای فرامین سیاسی و منطق غیر اصولی دونالد ترامپ نیست. به قرار گفتگوی مشابه میان ترامپ و السیسی هم صورت گرفته است و در نتیجه ترامپ میگوید ما داریم درباره 1.5 میلیون، این آدم فاشیست به جای اینکه بگه 2 میلیون میگه 1.5 میلیون. یعنی مطابق این قولش 500,000 نفر از مردم غزه کشته شدن توسط نسل کشی اسرائیل که باید از غزه پاک بشون. صحبت میکنیم پاک باید بشن و در ادامه میگوید من نمیدونم یک چیزی باید اتفاق بیفتد، اما غزه واقعا تبدیل به یک ویرانه شده، همه چیز ویرانه شده و مردم دارن در آنجا میمیرن، ما باید کمکشون بکنیم. انسان دوستیم، ما انسان دوستیم. بنابراین من باید با بعضی از سران عرب تماس بگیرم تا در آنجا خانه سازی بکنیم
تا آنها در جای دیگر با صلح و صفا در بهشت زندگی بکنن. همینطور که در مورد ایران، در حالی که داره علیه ایران یه سند امضا میکنه، میگه من عاشق مردم ایرانم، چه مردم زیبایین، چه مردم باهوشین، ما میخوایم که ایران خوشبخت بشه. ولی تحریم ها طوری باید بشه که از پا در بیاد. ما میخوایم در صلح و صفا زندگی بکنن، مردم زیبایین مردم ایران. ترامپ از آن فراتر رفت و گفت سکونت فلسطینیان در اردن و مصر میتواند موقت باشد. در 1948 هم موقت بود، بعدش هم موقته و یا دراز مدت باشد. گرچه ترامپ در گفتن مطالب ضد و نقیض در هر چند دقیقه و گاه حتی در یک جمله معروف است، اما در این مورد روی حرف خود تأکید کرد و این موضوع را در 30 ژانویه دوباره تکرارش کرد. او در پاسخ به سؤال یک خبرنگار میگوید آنها، یعنی دولت مصر و اردن، این کار را خواهند کرد. آنها در آینده بالاخره این کار را خواهند کرد. عزیزان دقت بکنید که با آنکه هم السیسی و هم پادشاه اردن رد کردن، ولی میگه این کار را خواهند کرد، داره تهدیدشون میکنه. خب ما خیلی با آنها کمک کرده ایم، یعنی از این طریق میتونیم این کمک را قطعش بکنیم. با آنها این کار را خواهند کرد. این اظهار اطمینان ترامپ علی رغم اینکه دولت‌های مصر و اردن اصرار می‌کردند که چنین پیشنهادی مطرح نشده و هیچ صحبتی از جابجایی مردم فلسطین نشده، داره صورت میگیره و اینطور داره روش تأکید میکنه. وزرای خارجه کشورهای عرب برای تأکید روی مسئله عدم موافقت با این مسئله روز 1 فوریه بیانیه مشترکی در قاهره منتشر کردند که در آن از مردم فلسطین به طور کامل و از حقوق مشروع آنها طبق قوانین بین المللی حمایت می شد. عزیزان، باز من باید یادآوری بکنم قبل از 7 اکتبر 2023 اگر به صحبت‌های محمد بن سلمان عزیزان نگاه بکنن، درست در آستانه به رسمیت شناختن اسرائیل و رفتن در قرارداد ابراهیم بود و به همین دلیلم به عزیزان یادآور شدم اون موقع که آقای جک سالیوان مقاله‌ای در فارین افیرز نوشت و آسیای غربی رو در صلح و صفای بی سابقه، ایشون که فارین افیرز مجبور شد هر شود که تغییرش بده. بگذاریم. بنابراین در آستانه این قضیه بودن، یعنی عربستان پشیزی برای مردم فلسطین ارزش یا به اصطلاح کوچکترین دوستی نداره. کاملا اینا موقع جنگ در غزه و این نسل کشی آغاز شد، به تدریج اگه عزیزان دنبال بکنن مواضع دولت عربستان و محمد بن سلمان تغییر کرده. اینا رو باید دنبال کرد تا مسئله غزه که مطرح شد از طرف دونالد ترامپ، فقط تغییر عقیده ندادن. عربستان وحشت کرد، دچار وحشت شدن، برای اینکه میدونن که اگر چنین عملی صورت بگیره یعنی چه. دولت هایی که فقط بر پایه
حمایت نظامی امریکا و انگلیس برپا شده، به یک چنین کاری، به یک چنین چیزی بستگی خواهد داشت که مردم این حکومت‌های ارتجاعی رو بندازن. یعنی به جای اینکه ناراحت باشه، مخالفت آبکی بکنه با قرارداد ابراهیم و کم کم موضعش رو که اون موقع میگفت فقط مذاکره راجع به دولت فلسطینی، موضعش رو عوض کرد عربستان، گفت تشکیل دولت فلسطینی و نه راجع بهش صحبت کردن مثل قرارداد اسلو. این دفعه ولی وحشت کردن. عرض شود که بنابراین روز اول فوریه بیانیه مشترکی همین کشورهای عربی وزرای امور خارجهشون منتشر کردن که در آن از مردم فلسطین به طور کامل و از حقوق مشروع آنها طبق قوانین بین المللی حمایت می شد و از جهت آن که در این زمینه شک و تردیدی باقی نماند، در این بیانیه گفته می شود دولت‌های کشورهای عربی بر رد هر گونه کوشش در زیر پا گذاشتن حقوق حقیقی خدشه‌ناپذیر مردم فلسطین، چه از جهت جابجایی آنها، چه بیرون کردن آنها، چه تسخیر سرزمینشون و یا تخلیه آنها از سرزمینشون، به هر شکل و تحت هر شرایطی و بهانه‌ای تأکید دارن. یه همچین چیزهایی را کشورهای عربی نمی گفتن. همینجوری مخالفت ها و به اصطلاح چیزهای آبکی طرفداری از فلسطینی ها، مثل اصلاح طلبها که تظاهر میکنن که طرفدار از فلسطینی ها، در حالی که دشمن قسم خورده ملت فلسطین هم. طرفدار همین کشورهای عربی هم. کسی شاید گفته های ترامپ را به عنوان مطالبی بی ربط، جدا از واقعیت و بر پایه ادعاهای دروغین به دلیل نداشتن اطلاع از حال و هوا و وضعیت سیاسی در خاورمیانه پس از آغاز آتش بس و نه تنها آن بلکه بی اطلاعی از تاریخ منطقه، فرهنگ و سیاست منطقه بداند. رمزی بارود میگه که باید خیلی جدی بگیریم در این حال. اما تأکید او بر این مسئله، یعنی انتقال مردم غزه، ما را مجبور میکند حرف او را جدی بگیریم. برخلاف ترس همگانی، بعدش اون وقت میگه چرا نمیتونه؟ حرفشو باید جدی بگیریم، ولی چرا نمیتونه؟ چرا نمیتونه این جنایت ضد بشری رو انجام بده؟ از اینجا به بعد مقاله به نظر من طوریه که من در جای دیگه کمتر دیدم. برخلاف ترس همگانی که در دوران 471 روز و شب نسل کشی بسیاری از مردم فلسطین و طرفداران آنها را فرا گرفته بود، عزیزان دقت بکنید، این نکته بسیار ظریفیه. دولت بایدن چی کار میخواست بکنه؟ نسل کشی واقعی و پاکسازی قومی رو بایدن میخواست انجام بده. بایدن میخواست انجام بده از طریق ادامه این کشتار و نسل کشی. بنابراین برخلاف ترس همگانی که در دوران 471 روز و شب نسل کشی بسیاری از مردم فلسطین و طرفداران آنها را فرا گرفته بود، یعنی زمانی که پاکسازی قومی در رأس اهداف دولت اسرائیل بود و امریکا بود و به طور ضمنی دولت امریکا نیز از این هدف اسرائیل پشتیبانی می‌کرد، اکنون پس از آتش بس
این ترس ریخته شده است. پس از این آتش بس این ترس ریخته شده است. در حالی که هدف اسرائیل پاکسازی قومی از سرزمین اجدادی آنها و تکرار نکبه در سال 1948 و نکبه 67 عذر میخوام، شکست نظامی اسرائیل در غزه، پیاده کردن چنین برنامه‌ای را غیر قابل انجام کرده است. نکته مقاله در اینجاست که در واقع دولت بایدن به مراتب خطرناکتر از دولت ترامپه. ترامپ هارت و پورت میکنه، تو خالیه. این انتونی بلینکن فاشیست صهیونیست بود که در عمل میخواست پشت سر نسل‌کشی پاکسازی قومی بکنه از طریق کشتار عمومی. آتش بس ثابت کرد که تا این مرحله اسرائیل شکست خورده. نه تنها آن، بلکه برعکس مردم فلسطین به برکت مقاومت جمعیشون و در برگشتن حماس مانندشون به شمال غزه 1 میلیون انسان و ظهور فرهنگی نوین در میان آنها، فرهنگ نوینی در میان آنها دارد پا میگیرد که نه تنها برگشتشون به شمال، که آن هم برگشتن فلسطینیان پناهنده حتی به سرزمینشون غیر قابل انجام به نظر نمی رسد، که خیلی ها فکر می کردن امکان پذیر نیست که پناهنده ها هم برگردن. از این رو آری می توان بحث کرد که ترامپ که آگاهی کمی از اوضاع خاورمیانه دارد و از آن کمتر به ویژه در مورد فلسطین و غزه از ورق خوردن رویدادها و جابجایی روحیه مردم منطقه بیخبره. ترامپ نمیتونه چی داره میگذره در منطقه. اما چنین چیزی برای توضیح زمان گفته های ترامپ و از اون مهمتر تأکید او بر روی ادای چنین گفته هایی اینا کافی نیست. باید اینا رو توضیح بدیم. چند توضیح معقول برای توضیح این که چرا ترامپ این اظهارات را کرد و یا با مشورت طرفداران شهرک نشین و اسکان یهودیان که ما میدونیم تمامشون تقریبا تو دولتش، تو این کابینه‌ای که تشکیل داده، ممکنه با اونا مشورت کرده باشه. عزیزان میدونن که از طریق این چیزایی که گفت، از طریق تل ترامپ یعنی از روی نوشته خوند. معمولا ما میدونیم از روی نوشته نمیخونه، اینا رو از روی نوشته خوند. این حرف ها را زد وجود داره. حالا ببینیم چرا. 1. اولا که اسرائیل در غزه ضربه سنگینی خورده. با وجود اینکه ترامپ این حرفا رو زده، تکرار کرده، تأکید کرده، ممکنه طرف به اصطلاح مورد تأیید کابینش هم باشن که هستن. شما خانم استفنیک که نمایندش در سازمان ملل صحبتاشو گوش بکنین عزیزان. آقای هکست که وزیر دفاعشه صحبتاشو عزیزان گوش. واقعا یا هکبی که سفیرشون در اسرائیل شده که میگه اصلا فلسطینی وجود نداره. همشون، تقریبا همشون. منتها چرا این قابل انجام نیست؟ 1. اولا که اسرائیل در غزه ضربه سنگینی خورده است
به رغم نسل کشی عظیم و ویران کردن کل غزه، ارتش و نیروی نظامی اسرائیل تحقیر شده. مناظری را که عزیزان ببینن موقع به اصطلاح آزاد کردن اسرای اسرائیلی یا زندانیان اسرائیلی، که این چه اثرات روانی روی مردم اسرائیل خواهد داشت. خروج تدریجی ارتش اسرائیل از خاک غزه امید شهرک نشینان اسرائیلی را بر این که دوباره به آنجا برخواهند گشت و دوباره آنجا را اشغال خواهند کرد از میان برده شده با برگشتن مردم غزه به شمال. این برنامهشون بود، برنامه اسرائیل این بوده. از میان طرفداران این شهرک نشینان اشغالگر یکی خانم میریام ادلسون که ما میدونیم همسر شلدون ادلسون، میلیاردر معروف، که گفته می شود 100 میلیون دلار به مبارزات انتخاباتی دونالد ترامپ کمک کرده و از پشتیبانان مالی اصلی ترامپه. امکان دارد که این گفته های ترامپ برای ارضای خاطر خانم ادلسون و ارضای آخرین کوشش از روی استیصال رؤیای خانم میریام ادلسون برای پاکسازی قومی مردم فلسطین با فشار دولت امریکا بر دولت‌های اردن و مصر باشه. تمام این حرفایی که میزنه، فشارهایی که روی اردن و مصر به خاطر اون 100 میلیون دلاریه که بهش داده، در نتیجه میتونه به خانم میریام ادلسون بگه که ببین شما 100 میلیون دلار به من دادی، منم کوشش خودمو کردم، ببین چقدر صحبت کردم، چقدر فشار رو مصر، چقدر فشار روی اردن آوردم. بنابراین من اون چیزی رو که میخواستی انجام بدن به خاطر این 100 میلیون دلار انجام دادم، دیگه چی میخوای؟ این یک. دوم این که زمان و موقعیت ادای چنین اظهاراتی فرصتی لازم برای اسرائیل به وجود آورده که ما میدونیم اینایی که آزاد میشن و قدرت حماس نشون داده میشه چه اثری روی مردم اسرائیل، چه اثری روی ارتش اسرائیل، چه اثری روی مردم جهان میذاره. بنابراین با طرح این گفته ها دوباره اونایی که بریدن، خیلیا بریدن دیگه، گفتن که حماس تموم شد، حزب الله تموم شد، سوریه تموم شد، ایران تموم داره میشه. بنابراین پیروز موقعی که آتش بس شد، قدرت حماس نشون داده شد، اونایی که بریده بودن بعضیاشون عذرخواهی کردن. حالا دوباره که آقای اومده اینا رو مطرح میکنه، دوباره آدمای بریده میگن دیدی بهت گفتیم که 7 اکتبر ارزششو نداشت، دیدی بهت گفتیم. بنابراین صحبت‌های آقای ترامپ برای در عین حال راضی کردن بریده هاست. دوم این که زمان و موقعیت ادای چنین اظهاراتی فرصتی لازم برای اسرائیل به وجود آورد که دستگاه‌های ارتباط جمعی خاورمیانه را پر از اخبار مربوط به این اظهارات کرد و نه آزادی گروگان‌ها که قدرت حماس و پیروزیشون رو نشون میده. صحنه رو برگردوند. در هنگامی که مردم فلسطین داشتن به شمال غزه برمیگشتن و به خاطر پیروزیشون آواز سر میدادند و این حرکت تاریخی به رغم کمک همه جانبه و احمقانه دولت امریکا از اسرائیل صورت می گرفت که یک پیروزی بزرگ برای مردم فلسطین و برای مردم غزه بود، واشنگتن میخواست اذهان مردم را از این پیروزی مردم فلسطین و شکست امریکا و اسرائیل منحرف بکنه. یکی دیگه از دلایل این بحثاش اینه. لازم به گفتن نیست که وراجی های ترامپ
که وراجی های ترامپ هیچ اثری نداشت. نکته جز ضربه زدن به تصویری که کوشش داشت برای خودش عرض شود که به خودش در واقع ضربه زد، برای اینکه به عنوان رهبری قدرتمند و کسی که میتواند با یک مکالمه تلفنی جنگ ها را پایان دهد، با این حرفاش کاملا خط بطلان روی این قضیه کشید که خودش یه جنگ افروز کثیف و پلیده. هارتوپورت میکرد که من با یه تلفن مثلا آقای چیز رو، پترو در کلمبیا رو سر جاش نشوندم، ترودو رو سر جاش نشوندم، رئیس جمهور چیز رو، مکزیک رو سر جاش نشوندم. با این حرفی که زد کاملا اونا رو خنثی میکنه، برای اینکه یک جنگ افروزی ضد بشریه. در واقع ترامپ به قول تحلیلگران و اظهارات افراد وارد توانسته بعضی عرب ها رو گرچه به طور موقت قانع بکنه که این فشار او بر نتانیاهو، این فشار او بر نتانیاهو بود که منجر به آتش بس شد. در واقع عربستان رو و یا اردن رو، تمام این کشورهای عربی رو که این من بودم که این آتش بس رو، بنابراین چرا نمیاید وارد قرارداد ابراهیم بشید؟ اظهارات احمقانه او درباره پاکسازی مردم فلسطین به سرعت هر آنچه دستاورد سیاسی را به ناحق برای خود به دست آورده بود از میان برده. برای اینکه کشورهای عربی رو داشت میگفت این من بودم که باعث آتش بس شدم. حالا اینو که مطرح میکنه، دولت عربستان ساعت 4 صبح اعلامیه میده که مطلقاً این کار نباید انجام بشه. 3 و بالاخره شاید ترامپ امید آن را داشته که عرض شود که ادای چنین تهدیدهایی در مورد پاکسازی قومی نوعی فشار روی سعودی ها باشد تا روابط عادی با اسرائیل، یعنی دست بالا رو گرفته که پاکسازی قومی میخوان بکنن، بعد حالا به عربستان میخواد بگه که اوکی من کوتاه میام ولی وارد قرارداد ابراهیم بشو. همانطور که 15 در سال عرض شود که سال 2020 همین مسئله رو در مورد امارات عمل کرد. اول یه چیز بزرگ رو مطرح کرد، یه ذره کوتاه اومد، امارات وارد قرارداد ابراهیم شد. در مورد اخیر عادی سازی روابط امارات با اسرائیل به دلیل عقب انداختن تهدید ترامپ و الحاق بخش بزرگی از کرانه غربی اشغال شده به اسرائیل بود که گفتش من اینو عقب میندازم به امارات، بیا وارد قرارداد ابراهیم بشو. بنابراین عادی سازی رابطه به حساب کمک و به خاطر منافع فلسطینیان صورت گرفت. موقعی که امارات وارد شد گفت این به خاطر فلسطینیاست که کرانه غربی رو اسرائیل نگیره. این البته یک فریب بود و اسرائیل در این زمینه هیچ تعهدی نداد. آیا ترامپ فکر میکند میتواند با گذشتن از تهدید خود به پاکسازی قومی فلسطینیان عربستان را به عادی کردن رابطه با اسرائیل بکشاند؟ کور خونده. اگر در واقع هدفش این باشد، برنامهش برد زیادی نخواهد داشت. اگر 471 روز پاکسازی قومی اسرائیل قادر به پاکسازی قومی مردم فلسطین نشد، پرت و پلاگویی های ترامپ هیچ کس را نخواهد ترساند. ترامپ و دولت جدید او که از طرفداران سرسخت اسرائیل تشکیل شده باید دریابند که خاورمیانه امروز
با خاورمیانه دور اول ریاست جمهوریش که توانست چند کشور عربی را به عادی کردن رابطه با اسرائیل بکشاند فرق دارد. عامل تعیین کننده در ایجاد این تفاوت چیه؟ چرا تفاوت داره؟ درجه شدت اعمال نسل‌کشی توسط اسرائیل در غزه و نابودی و اضمحلال مردم آن که توسط دادگاه بین المللی دادگستری ثبت شده اون نیست عذر میخوام، بلکه چیه؟ این واقعیت است که مردم فلسطین موفق به دست آوردن چنان پیروزی در برابر اسرائیل شده‌اند که دولت‌های عربی هیچگاه نتونستن به دست بیارن. مقاومت و نه تمام نسل‌کشی و قوم‌کشی و امثال هم. مقاومت مردم صمود، پایداریشون. این پیروزی که به ویژه نه توسط یک ارتش معمولی بلکه توسط خود توده های مردم و مقاومت درونی آنها به دست آمده، دوباره مردم فلسطین را در جایگاه پیشران مسئله سیاسی تمام کشورهای عربی قرار داده. دوباره مسئله فلسطین در سراسر جهان، نه تنها در منطقه خاورمیانه، مطرح شده و پیشران تمام ایناست. ترامپ هنوز به این مسئله پی نبرده و با قضاوت در مورد سیاستگزاران افراطی دور و برش، تمام این کابینش، او هرگز پی نخواهد برد. در جهل کامل اصلا راجع به این چیزا فکر نمیکنه. و اما آنچه اهمیت دارد و آنچه خیال بسیاری را باید راحت کند این است که تصمیم گیری در مورد فلسطین و آینده مردم فلسطین دوباره به دست خود فلسطینیان برگشت و نه اینا آن، نه عربستان، یا آقای السیسی، نه ملک عبدالله و امثالهم، یا محمد بن سلمان یا محمد بن زاید. خود مردم فلسطین به دست خود فلسطینیان برگشت و این شاید بزرگترین دستاورد مبارزات مردم فلسطین از زمان نکبه در 77 سال پیش تا به اکنون بوده است. بعد چند نکته است که اینا رو هم بعد برای عزیزان بخونم، با اینکه وقت داره میگذره ولی لازمه. دلایل سیاست اخیر ترامپ: 1. ترامپ خواهان حفظ آتش بس در غزه است. تقریبا اینو میشه گفت. دقت بکنیم که به اصطلاح تبادل همین امروز صورت گرفت، یعنی ادامه داره، با وجود اینکه راجع به مرحله دوم قرار بود از دوشنبه آغاز بشه. اسرائیل عقب انداخت. منتظر این بودن که سه‌شنبه با دونالد ترامپ ملاقات بکنه، این سخنرانی معروفش رو، این هر شود که چیز در حضور خبرنگارا رو انجام بده، ولی عقب انداختن. ولی هنوز مسئله آتش بس داره ادامه پیدا میکنه، تبادل زندانیان و تبادل به اصطلاح اسرا. ترامپ خواهان حفظ آتش بس در غزه است. در این راه لازم بود به نتانیاهو هدیه‌ای بده، میبایست بشه هدیه‌ای بده که ادامه بده و او را ساکت کرده، دولتش را حفظ بکنه و ازش پشتیبانی بکنه، حتی از جنگ داخلی در اسرائیل جلوگیری بکنه، برای اینکه امکان داشت جنگ داخلی در اسرائیل بشه. 2. شکست اسرائیل در جنگ غزه هیچ وسیله‌ای
برای واشنگتن و تل اویو به وجود نمی آورد تا نتایج این جنگ را به نفع خود برگردانند. با طرح این پیشنهاد عجیب ترامپ، با طرح این پیشنهاد ترامپ می‌خواهد ابتکار گفتار را از نظر افکار عمومی به دست بیاره، برای اینکه اینا شکست خوردن و همه دنیا عزیزان به صحبت‌های جان مرشهایمر گوش بکنن که با چه استدلالی میگه این شکست بزرگ برای اسرائیل و امریکا بوده. بنابراین با طرح این مسئله ترامپ میخواد گفتمان رو، روایات رو عوض بکنه. 3. ترامپ میداند که عربستان اکراه دارد با اسرائیل وارد قرارداد ابراهیم شود. در 1.5 سال گذشته عربستان اعتماد خود به اسرائیل را از دست داده. در اثر همین نسل‌کشی و پشتیبانی بیچون و چرای امریکا از اسرائیل کل منطقه را به جنگ نزدیک کرده. اسرائیل باعث همه ایناست و ثروت‌های واقعیش رو، کشورهای عربی رو داره از دست میده. شکست اسرائیل در این جنگ به قدرت برتر بازدارندگی اسرائیل ضربه سنگینی زد. نه تنها این، موشک‌های ایران در وعده صادق 2 ضربه سنگینی به بازدارندگی اسرائیل زد. پیشنهاد ترامپ برای قدرت بخشیدن مجدد به اسرائیل، از این طریق میخواد دوباره قدرتی به اسرائیل بده. 4. با تشدید تبلیغات ترامپ، با تشدید تبلیغات، حالا ببینید این چه جنایتکاریه، ترامپ وقت بیشتری به اسرائیل برای پاکسازی قومی در کرانه غربی داره میده، در حالی که دستگاه‌های ارتباط جمعی تمرکزشون روی حرف‌های ترامپه. ببینید در کرانه غربی چه کار دارن میکنند. 5. امید ترامپ این است که با طرح این مسئله از فلسطینیان و کشورهای عربی امتیازات بیشتری بگیرد، چه در کرانه غربی و چه از عربستان، برای رابطه با اسرائیل بدون دولت فلسطینی. یکی دیگه از اهدافش اینه. بنابراین در این حد من میخواستم راجع به غزه که به نظر من مسئله صحبتی که روز سه‌شنبه به ویژه همینطور که عرض کردم، عزیزان اگر برن توی سایت کانتر پنچ، البته به زبان انگلیسی، تمام هم مصاحبه مطبوعاتیش، هم سخنرانیش و لبخندها و قند تو دلش آب شدن یا تو معدش آب شدن آقای نتانیاهو، چه لبخندهای ملیحی داره میزنه. اونجا هستش، تمامش اونجا هست. بنابراین برمیگردم به عرض شود که مسئله صحبت‌های آقای ترامپ راجع به ایران، صحبت‌های آقای عرض شود که پزشکیان و آقای خامنه‌ای. روز بعد، در واقع در 5 فوریه، ترامپ، عزیزان میتونن عکسشو ببینن که پشت اون میز معروف نشسته و داره همینطور امضا میکنه. امضاش همینجوری یه چیز بود که از کاخ سفید همینجوری امضای، میدونین که امضای عجیب غریبی داره. ببینید ترامپ چی میگه در حالی که داره علیه ایران یه چیزی رو امضا میکنه. میگه که رفتار ایران ایرانیان رو که تجلیل میکنه، رفتار ایران، منظورش رژیمه،
منافع ملی امریکا را به خطر می اندازد. از این رو به نفع مردم امریکاست که حد اکثر فشار را بر رژیم ایران بگذارد. عزیزان دقت بکنن به تک تک این جملاتی که آقای ترامپ داره میگه و صحبت‌های آقای پزشکیان، آقای محمد جواد ظریف و آقای فریدون مجلسی، آقای فلاحت پیشه، آقای صادق زیبا کلام و همینطور بگیر و برو. میگه که منافع امریکا حد اکثر فشار را بر ایران بگذارد تا خطر اتمی آن را پایان دهد. علت این که این رو دارم میخونم به جمله بعدی ترامپ عزیزان گوش بکنن. برنامه موشک‌های بالستیک را باید خاتمه دهد و پشتیبانی از گروه‌های تروریستی را خاتمه دهد. موقعی که من از خیانت اصلاح طلبا صحبت می کنم، آیا فرضاً من یه دشمنی شخصی با اینا دارم؟ شما ببینید تا همین روزهای آخر توی همین روزنامه‌های اصلاح طلب میگن که آره ترامپ درسته که برجامو پاره کرد ولی الان شخصیت دیگه ایه و فقط در اومده گفته که ایران نباید بمب اتمی داشته باشه. خب چرا ما باش مذاکره نمی کنیم؟ ما باید باش مذاکره بکنیم، برای اینکه فقط میخواد که ما بمب اتم و ما هم که نمیخوایم که بمب اتم داشته باشیم. به این وطن فروشا باید گفت که حتی ویلیام برنز همین چند روز پیش قبل از اینکه این دولت انتقال پیدا بکنه در اومد گفت که ایران بمب اتم نداره و عملاً گفت که نمیخواد هم داشته باشه. رئیس CIA. خب پس چرا اینا تحریما رو بر نمیدارن؟ اگر اون صحبتی که اوباما در 2015 با خامنه ای داشته و به خامنه ای قول داد که شما میتونید در ایران غنیسازی داشته باشید تا 3.6، بلافاصله خامنه ای قبول میکنه، بلافاصله به طور سری از پشت سر احمدی نژاد وارد مذاکره با همین رئیس CIA فعلی قبلی میشه، یعنی با ویلیام برنز و جیک سالیوان در عمان. و بعد انتخابات قلابی 1392 رو و روحانی وطن فروش رو رئیس جمهور میکنن و انگلیسیدان برجسته و عرض که سیاست بین المللی ظریف رو وزیر خارجش میکنن و 2 سال دور دریاچه چیز که من گفتم از بالا و پایین پاره پوره میشه، یعنی هم چشماش یعنی گلوش و هم کفشاش انقدر قدم میزنن و برجام امضا میشه. اینا رو در نطق اخیرش 2 روز پیشش خامنه ای مطرح میکنه که میگه تجربه به ما نشون داد که به اینا نمیشه. حالا هرچی هم فوش بدیم به خامنه ای، این حرفش دقیقه برای اینکه تو جریان بوده. میگه تجربه به ما نشون داده که مذاکره با امریکا غیر عاقلانه، غیر هوشمندانه و غیر شرافتمندانه است. نه تنها اون، برای اولین بار میگه که مشکل ما مشکل داخلیه. منتها نمیگه که علت این مشکل داخلی خودش نفر اوله که مشکل داخلی رو به وجود آورده با حکم حکومتیش. یعنی اگر ایشون میخواد مشکل داخلی رو از بین ببره، بانک‌های خصوصی رو باید کنترل بکنه، دولتی درست بکنه
که سر سوزنی حداقل وطن دوست باشه، طرفدار مردم باشه، نماینده مردم باشه. دولتی که نماینده مردمه این کارا رو باید انجام بده. یک، کنترل بانک‌های خصوصی. آقای خامنه ای، کنترل بانک‌های خصوصی و خوبه چند نفرشون باید محاکمه بشن، اعدام نباید بشن، ولی باید یه جایی یه تیکه زمین بهشون بدن، خودشون غذاهاشون رو تهیه بکنن، چون مخالف حکم اعدام هستیم. پس یک، بانک‌های خصوصی باید کنترل بشن و تعطیل بشن و دولت باید، بانک مرکزی باید تسلط کامل بر مسائل پولی داشته باشه و از جمله دلار و ارزهای خارجی. دو، باید به طور قاطع قاچاقچی ها رو نه تنها دستگیر و محاکمه کرد، بلکه تو همون بیابون باید بندازی خودش گندم بکاره و نون درست کنه. سه، برگشت دلارهای فروش مواد از فولاد و پتروشیمی گرفته تا هر چیز دیگه. این ضد انسانهایی که رو در رأس این کورپوریشن ها هستن و این همه میلیاردها دلار میفرستن، پولا رو بر نمیگردونن و سرمایه گذاری در خارج، اینا باید محاکمه بشن. آقای خامنه ای که تو بگی مسائل داخلیه، کاملا حرفت درسته، ولی خودت مسئولیت داری در به وجود آوردن همین مسائل داخلی، از جمله اقتصاد. این تورم که مردم رو داره از پا در میاره، نقش داری. با حکم حکومتی موقعی که اصل 44 رو ورداشتی و موسوی رو، میر حسین موسوی رو انداختی تو خونه تا اونجا استخوناش بیان بیرون، بر سر این قضیه هست. چون اون میگفت که اصل 44 باید سر جاش بمونه. نه تنها اصل 44، از 43 تا 53. اگه به اون عمل میشد، اقتصاد ایران امروز روز این بود. خودت جز اولین عوامل مسائل داخلی هستی، با مسئله حجاب، با مسئله چیزهای ارتجاعی دیگه. بنابراین آره، در مسائل خارجی کاملا با حرفت میشه موافقت کرد که نه عاقلانه است، نه شرافتمندانه است، نه هوشمندانه که با این دزدهای بین المللی آدم مذاکره یا امید داشته باشه بهشون. بنابراین سه، برگشت دلارهای فروش مواد به خارج از جمله فولاد و پتروشیمی. چهار، جلوگیری قاطع از خروج ارز. شما اگه یه دولت مردمی داشته باشی، میذاره همینجوری میلیارد پول از ایران بره به ترکیه، بره به کانادا، بره به امارات. اون وقت میگی که دلار داره میره بالا. بنابراین جلوگیری قاطع از خروج ارز. 5، کنترل ارزهای 28,000 تومانی که اینایی که میان با قیمت چیز از دولت دلار میخرن، اینا باید ببینید چه کارشون میکنن و بعدش یا جنس میخرن به چیز 80,000 تومانی میفروشن به مردم، و یا اصلا میرن در بازار میفروشن به قیمت 80,000 تومان. بنابراین کنترل ارزهای، حالا هرچی که هستش، نیما اسمشه، پیما اسمشه، حالا هرچی. 6، جلوگیری قاطع از گران کردن دلار توسط دولت که برای کمبود و جبران کسری بودجهش میاد از این کارا میکنه. 9، توقف خصوصی سازی، مولد سازی، یعنی غارت اموال ملی باید متوقف بشه. 10، کمک به کارآفرینان واقعی، نه قاچاقچیا، نه دزدها، نه وطن فروشا. کارآفرینان واقعی که بعضیاشون در زمان خاتمی میخواستن برگردن از خارج. 11،
اجرای اصول 43 تا 53. 12. اجرای اصول قانون کار که امنیت شغلی، امنیت خانوادگی کارگرا رو از بین بردید. 13. قطع دست پیمانکاران دزد. 14. آزاد کردن سندیکاهای مستقل کارگری. آقای خامنه‌ای، راه وجود داره برای ترمیم این اقتصاد. امتحان شده. شما ادعا میکنی که میخوای با روسیه، با چین رابطه برقرار بکنی. هفته آینده با احتمال زیاد من راجع به چین صحبت خواهم کرد که درس برای ایران داره. چین چه کار کرده؟ برو مطالعه بکن انقلاب چین رو. برو مطالعه بکن که حتی در زمان ماوزه‌تونگ در اونجا چه اتفاقاتی افتاده تا زمینه رو برای اعتلاع کنونی آماده کرده. انقدر از چپ بودن، از کمونیست ها انقدر نفرت نداشته باش آقای خامنه ای. انسانیت رو میتونی اونجا پیدا بکنی. در انقلاب چین، در انقلاب اکتبر در ابتداش که بعداً دیجنریت شد. برو مطالعه کن، خودت رو کل فلکل ندون که ادعای حکیم انفسال هم که آقای چیز تو کیهان میمیسه. بنابراین ترامپ مسئلهش فقط بمب اتم نیست، موشک‌های بالیستیک و عدم پشتیبانی از گروه‌های تروریستی. من اینجا چند دفعه گفتم که مسئلهشون برجام 1 نیست، بلکه برجام 2 و 3 است. خب حالا ایران بیاد، اینا که به محور مقاومت که هیچی، حماس که از بین رفت، حزب الله که از بین رفت، سوریه که از بین رفت، یمن که از بین رفت، همه اینا و اون دیگه هیچ. حالا اگه ایران اومدیم و موشک‌های بالیستیک رو برداشت، اینا تحریما رو برمی‌دارن؟ آقای جواد ظریف، آقای فریدون مجلسی، آقای فلاحت بیشه، آقایون رژیم‌های اصلاح طلب. ترامپ موشک‌های بالیستیک رو میخواد ایران برداره و اگه برداره، آیا ایران جز اون 7 کشور نیست وطن فروشای اصلاح طلب؟ چرا با مردم ایران نمیگید واقعیت رو؟ ایران جز 7 کشوریه که 6 تاش از پا در اومده و فقط منتظرن که ایران خلع سلاح بشه تا بتونن حمله بکنن. الان نمیتونن. علت این که من بارها و بارها گفتم که نه اسرائیل میتونه حمله بکنه نه امریکا میتونه حمله بکنه، علتش چیه؟ علتش موشک‌های بالیستیک ایرانه. و حالا ترامپ داره میگه که موشک‌های بالیستیکتون رو بردارید و کمک نه به حزب الله بکنید نه به مردم فلسطین بکنید تا ما بتونیم بیایم شما را از پا در بیاریم، ایران را تجزیه بکنیم و به سرنوشت لیبی و سوریه، سودان و سومالی، به سرنوشت اون شما رو چیز بکنیم. بعد صحبت میکنه، میگه که امروز من اقدام به برقراری فشار حد اکثری روی رژیم ایران کردم و ما دوباره شدیدترین تحریم های ممکن را علیه آنها برقرار میکنیم و صدور نفت ایران را به 0 میرسانیم و توانایی های کمک های رژیم به تروریست ها را در سراسر جهان کاهش خواهیم داد.
آقایون اصلاح طلبا، با این میخواید وارد مذاکره بشید؟ خواهش میکنم بفرمایید. ایران قادر نبود نفت بفروشد، در زمان خودشو داره میگه. هیچ کس نفت نمیخرید چون من گفته بودم که نخرید. اگر بخرید دیگر با امریکا معامله نخواهید داشت. به حماس هم کمک نمیرسید، در زمان خودشو داره میگه. اصلا میگه که جنگ اوکراین هم شروع نمیشد، اصلا جنگ غزه هم شروع نمیشد. این فلان فلان شده های دموکراتن که اومدن همه چی رو خراب کردن. به حزب الله کمک نمیرسید، به هیچ کس کمک نمیرسید. بنابراین خوبه که به این صحبت‌های آقای پزشکیان که گفته ما بمب اتم، خب مگه ترامپ یا به اصطلاح چیز دولت امریکا نمیدونه که ایران بمب اتم نداره؟ مسلمه که میدونه، ولی مسئله اینا چیز دیگه ایه. بنابراین خلاصه کنم چون وقت من داره میگذره، میخواستم اینو عرض بکنم که نطق خامنه‌ای از نظر برخوردش با امریکا دقیقه. از نظر داخلی پاش سخت میلنگه و اصل باید به آقای خامنه‌ای گفت آنچه که سرنوشت هم رژیم رو هم ایران رو تعیین خواهد کرد سیاست‌های خارجیش نیست، سیاست‌های داخلیشه. برای اینکه مردم تا یه زمانی میتونن تورم رو، فشار رو، هم فشار اقتصادی هم فشار سیاسی رو تا یه حدی میتونن تحمل بکنن، ولی بعد موقعی که طاقتشون تاق شد میان طوفان آسا توی خیابون. بنابراین یه فکری برای سیاست‌های داخلی بفرمایید که اصولش من فکر میکنم اینا رو بنده از اینجا دارم فرشاد مومنی سالهاست اینا رو داره میگه. تمام به حساب اقتصاددونای وطن دوست ایران دارن اینا رو مطرح میکنن، ولی موقعی که شما یک مافیای آدم خار ضد ایرانی وطن فروش چنگ انداختن توی اتاق بازرگانی روی این اتاق، روی این اقتصاد، مسلمه که بهش عمل نمیشه. وقت من تمامه و هفته آینده امیدوارم بتونم یه مقدار راجع به چین، چون به حساب درس هایی توشه، راجع به اون صحبت بکنیم. به این ترتیب وقت من تمامه. عزیزان میدونن که ساعت 9 برنامه تکرار میشه به وقت لس آنجلس، بعدش هم به یوتیوب میره و بعدش به رامبل، به اینستاگرام، به تلگرام و به mmahi.org. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.